به نام خداوند عدالت و آزادی. قطعنامه معترضان از سراسر جهان. جنبش‌های اعتراضی زنان کابل افغانستان به مناسبت هفته همبستگی با مردم افغانستان علیه گروه تروریستی فاشیستی و تک‌جنسیتی طالبان. در 15 اگست 2021 طالبان به گروه تروریستی طالبان تسلیم داده شد. بنیادهای زندگی مردم به طور سرسام آوری فرو ریخت. شیرازه امید برای دوام زندگی معمولی در افغانستان واژگون شد. آزادی های جمعی و فردی از میان رفت. تاریکی و جهالت بر روشنایی امید را پر کرد. اینک در 2 سالگی تسلط گروه تروریستی طالبان بر افغانستان قرار داریم. 2 سال است که جهالت با چشمان باز شاهد همه جنایت های جنگی، جنایت های ضد انسانی، آپارتاید جنسیتی، قومی، جابجایی و کوچ‌های اجباری، نسل کشی، تبعیض نژادی، توریستی سازی جغرافیای افغانستان را از سوی طالبان هستند. جهانیان به خوبی می‌بینند که مردم افغانستان حتی بدون دستور گروه فاشیستی طالبان نفس هم کشیده نمی‌توانند. هیچ تنوعی در مناطق طالبان قابل پذیر نیست. دیری نگذشته است که مراسم مذهبی هزارها از سوی طالبان مورد حمله قرار گرفت و ده‌ها انسان عزادار کشته و زخمی شدند. در بدخشان گروه مذهبی اسماعیلی به زور تفنگ و شلاق از سوی طالبان به ترک مذهبشان مجبور شدند. اینها و جنایت‌های جنگی در پنجشیر، بلخاب، اندرابها فقط نمونه کوچکی از حجم بزرگ نسل‌کشی ملیت‌ها از سوی طالبان است. تجاوز جنسیتی در زندان‌ها، سنگسار، اعدام، کشتار، شکنجه، شلاق، خودکشی، فشار سنگین و کشنده روانی، محرومیت از کار، آموزش، ازدواج‌های اجباری، زندگی روزمره مردم افغانستان به ویژه زنان را حلقه زده است. افغانستان به صحرای بی‌قاعده و بی‌قانون می‌ماند که مردمش از شدت ناامیدی فقط به خودکشی و فرار فکر می‌کنند. با این وضعیت و حساب ما معترضان و برگزار کنندگان اعتراض‌ها و تظاهرات‌های جهانی در هفته همبستگی با مردم افغانستان علیه گروه تروریستی فاشیستی و تک‌جنسیتی طالبان سازمان ملل متحد، جامعه جهانی، نهادهای بین المللی، حقوق بشری، مردمان کشورها، اندیشه های بیدار جهان را خطاب قرار می‌دهیم و خواستهای خود را در قبال افغانستان در قالب این قطعنامه مطرح می‌کنیم.